مقامات آژانسی ضد فساد در تاجیکستان تصدیق کردند که مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک بازپرسی شده است. او همگی یک مرتبه وابسته به اون مبلغ‌های کردیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شاهد اگرو اینوست بانک تقریباً 4 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 730 میلیون سامانی امانتی مردم را بازگرداند. خبری بازپرسی مرادعلی علی مردانوف سال گذشته سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها به میان آورد. گفته میشد که مقامات تفتیشاتی نسبت به مرادعلی علی مردانوف رفتار دغلانه کردند. مراجعات وابسته به دغلی یا که درستی رفتار کارمندان ما از جانب خود او به مقامات وارد نشده است. خود مرادعلی علی مردانوف و بانک زیر رهبری او تا به حال این قضیه را شرح نداده است. مرادعلی علی مردانوف سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگرو اینوست بانک تعیین شد و بیش از 1 سال باز کم نما است.